سلام، خیلی خوش اومدید به کانال لاوینچی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام این سایت خیلی خوب معماری رو بهتون معرفی کنم. یه سایت داخلی هستش، سایت خط معمار. فکر کنم خیلیاتون آشنایی داشته باشین. خیلی کارهای خوبی داره، کارهای بروز، کارهای خاص، کارهایی که جایزه برده، یه سری آموزش، یه سری آبجکت های رایگان، یه سری نقشه ها و مدارک معماری که دانشجوها نیاز دارن به صورت رایگان تو سایتشون هستش. بریم با هم یه نگاهی بهش بندازیم. فقط کافیه سرچ کنید که خط معمار به فارسی. یه سری اطلاعات و خبرهای جدید رو میذارن، بناهایی که ساخته شده، یه سری بناها رو بررسی میکنن با اطلاعات خیلی خوب، عکس‌های خوب و دربارش توضیح میدن. از این جور اطلاعات، از این قبیل اطلاعات خیلی دارن. کارهای داخلی رو بررسی میکنن، کارهای خارجی رو بررسی میکنن، متریال های مختلف، آبجکت های مختلف، کلی چیزهای متفاوت داره. برای مثال اینجا رو اگه شما دقت کنید تو قسمت معماری، تو این پنلشون نوع ساختمان معماری ایران، راهنمای طراحی، معماری جهان، طراحی نما، مسابقات معماری، سبک‌های معماری، معماری اسلامی، مجلات و نشریات، کلی از این چیزها رو پوشش دادن. بعد تو قسمت طراحی داخلیشون نشیمن، آشپزخانه، اتاق خواب، سرویس بهداشتی، اتاق کودک، تک و توک از هر کدوم یک دو مورد باز میکنم که ببینید چطوره. این قسمت مخصوص منزله، قسمت های مختلف منزله اینجا، ولی از نظر کاربری فضا بخش بندی کرده. طراحی داخل هتل، ساختمان، کلینیک و بیمارستان، سالن زیبایی، کلی چیزای دیگه، نرم افزار، چیزایی که مربوط به 3D Max مثلا اینجا زده، دانلود خود 3D Max، آموزشش و آبجکت هایی که توی 3D Max استفاده میشه. باز ویری هم همینطور، اتوکد، اسکچاپ، فتوشاپ، اسکیس و سینما 4D. حالا تو قسمت پنل معماری تخصصیشون چیا رو دارن؟ دیتیل ساختمانی دارن، آبجکت های آماده رو دارن که آبجکت هاشون خیلی خوبه. من فکر کنم اکثر آبجکت ها ما از همینجا دانلود کرده بودم. متریال های مختلف داره. من این آرچ مدل رو دانلود کرده بودم، یه سری خیلی خوب و کامل داره، از هر چیزی که بخواین دارن. تکسچر و پرسوناژ و همه چی هست. بعد تو بخش دانشجوی معماریش هم شیت بندی های مختلف هست، کتاب های معماری معرفی کرده و یه سری ها که برای دانلود هستش، جزوات معماری، مطالعات معماری، مقالات معماری، پایان نامه پروژه دانشجویی. یعنی شما پلان و نقشه و اینجور چیزا هم میتونید پیدا کنید برای تمرین و کارهایی که نیاز دارید. حالا یکی دو مورد با هم باز کنیم. توی قسمت معماری، نوع ساختمان با میذاریم مسکونی. خب مثلا این یه نمونه از ویله هایی که باز کرده. ما زده بودیم ساختمان مسکونی، این ویلا رو باز کرده، اطلاعاتش رو زده. باز کنیم حالا اطلاعات بیشتری بیاد، مساحتش، سالش، مکانش، منطقه جغرافیاییش، طراحا، اسم طراحا. بعد یه سری توضیحات داده، مثلا اینجا گفته انتخاب شیوه زندگی در طبیعت در معماری ویلایی و این داستانا رو کلا توضیح داده، قشنگ تصاویرش رو گذاشته. بعد پلان ها، دیاگرام ها، اکثر اطلاعاتی که نیاز هست رو گذاشتن. حالا طراحی داخلی منزل، بریم قسمت نشیمن. مثلا نمونه های دکوراسیون پذیرایی مربع و مستطیل شکل در سال 2020. خب همونطور که می‌بینید یه سری توضیحات داده، مثلا گفته چطوری یک اتاق نشیمن رو میشه طراحیش رو مشخص کرد، چجوری انتخاب کنیم که چه طراحی داشته باشه، رنگش رو چطور انتخاب کنیم، فرمش چرا اهمیت داره، چجوری باید فرمش طراحی بشه. یه سری توضیحات اینجوری داده، یه سری مثال ها داره، مثل این همین عکس ها. شما میتونید از همین عکس ها کلی ایده بگیرید. خیلی عکس های خوب با کیفیتی هم هست. یه سری هاشون 3D، یه سری هاشون هم اجرا شده هست که واقعا عکس هستش. شما میتونید از اینا استفاده کنید. یه مورد قبلش هم دیدم، اونم جالب بود. چگونه رنگ مناسب برای دکوراسیون پذیرایی انتخاب کنیم. خیلی موردای اینجوری زیاد داره، نکات مهم راجع به دکوراسیون پذیرایی بزرگ
کلی از این نکته ها رو میتونید شما همینجا یاد بگیرید. خیلی از این نکته ها رو تو دانشگاه هم حتی نمیگن. خیلی سایت خوبیه اگر دوست دارید بروز باشید، همیشه اطلاعات جدید داشته باشید تو زمینه معماری. حالا نرم افزارهای 3D Max آبجکتاش هم بریم ببینیم یه چند تا رو. مدل‌های سه‌بعدی، المان‌های شهری داشتن، اتاق کنفرانس، اینا مدل‌های آماده است همشون، یعنی مثلا آشپزخونه و فضاهای آماده است. اگر مدل‌های تک بخواید یا فضا رو نخواید، شما توی همین قسمت نرم افزارهای معماری، ببخشید معماری تخصصی، تو قسمت معماری تخصصی من این قسمتش رو خیلی دوست دارم، آرچ مدل. ببینید یه سری مجموعه ها داره، هر بخشش مال یه چیزه. بعد شما بذارید حالا یکیشو پیدا کنم. خب این فکر کنم فقط لوستر و چراغ و اینجور چیزا باشه. ادامه رو که میزنید قبل از اینکه دانلودش کنید، شما ببینید یه پی دی اف داره. قبل از اینکه دانلود کنید این پی دی اف رو دانلود کنید. بذارید من الان بذارم دانلود شه. توی این پی دی اف کاتالوگ این چیزا، این آبجکت هایی که میخواید دانلود کنید هستش. بعدش هم که بخواید استفاده کنید ازش، مثل یه راهنما براتون عمل میکنه. یعنی شما میبینید شماره‌شو پیدا میکنید، ببینید تک تک اینا شماره داره. قبل اینکه دانلود کنید نگاه میکنید ببینید چیزی که نیاز دارید تو این هست یا نه. بعدش میرید دانلود میکنید که الکی وقتتون گرفته نشه. بعد از اینکه دانلود کردید هم شما میرید این شماره ها رو نگاه میکنید، با فایل هایی که دانلود شده اینا تطبیق داره. بعد شما میفهمید که کدوم فایل رو باید باز کنید. ببینید مدل های خیلی مختلفی داره. من تا پایین برم، کلی مدل های مختلف داره، خیلی هم مدل های جالبیه. هر چیزی بخواید میتونید پیدا کنید این تو. یکی از کاربردی ترین یعنی یا بهترین قسمت های این سایت همین آبجکتاش هستش که خیلی خوبه، رایگان هم هستش. ببینید حتی فضای بازی، فضای استخر رو، محیط بیرون داره، وسایل نقلیه، سالن آرایش، حمام، پذیرایی، اداری، هر چیزی که بخواید شما میتونید اینجا پیدا کنید. کارهای کلاسیک، کارهای مدرن. خیلی سایت خوبی هستش. خیلی ویدیو رو طولانیش نمی کنم، صرفا میخواستم که این سایت رو بهتون معرفی کنم. دوستان لطفا کامنت بذارید و بگید که دوست دارید ویدیوی بعدی چی باشه که من همون رو براتون بسازم. امیدوارم که مفید بوده باشه این قسمت. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.